الهی و ربی من لی غیری. یادش میفته فقط دوست داره دوباره بره. من وقتی که اونجا حرم حضرت نبی رو دیدم انگار فکر میکردم تو این دنیا نیست. کل رنگی و مبر جسمم به سوی خیمه ها، فاش بر اهل حرم گو شرم و استغفار. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. و عرفات تنها وقوف است، زیر بارانریز توجه رفتن تا درک عقاقیای چشمهایی که دیگر اضطرابی از پشت سر ندارند. عرفات شما چی کار میکنید؟ ساده ترین کارها رو ما انجام میدیم، فقط راه رفتنه یا باید بشینید یا وقوفشه، واجباتش همینه دیگه. ولی بعدش میگن که خیلی خوب آدم که نشست بدون هیچ کار، خیلی خوب این حداقل یه وسوسه میشه، یه فکری آدم بیکار نمیشینه. خیلی خوب در مورد این تفکر و سکوت و سکون ما یه نکته رو از آیت الله قاضی دارم، فکر کنم این نکته جالبی هست که این آقای امجد گفتند، آیت الله امجد که بیشتر با جوان‌ها هم در ایران معنوسند. میخوام بگم که اونجا چه اتفاقی برای آدم میفته، مثلا در عرفات یا جاهای دیگه که ما هستیم با این حالی که الان هست، یعنی کل لباس مال دنیا رو کندیم، همه در لباس مساوی، بعد این جاذبه خاصی به انسان میده. میدونی فضا رو عوض، یعنی فضا هم همینه. مثلا الان ما میخوایم با هم صحبت بکنیم، باید فضای مناسب، زمان مناسب پیدا بکنیم. در هر حالی من نمیتونم اینطوری صحبت بکنم با خدا. میگن آقا نماز میخواید بخونید، اولش بیاد مثلا مستحبات، این مستحباتی که میگن قبل نماز مثلا یه نافله هایی هست، ها اینها برای چی هستن؟ آماده شدن برای حضوره. اونجا هم همینطوری هست، شما آماده شدید حالا میخوایم چه اتفاق. خیلی خوب، بحث تفکر یکی از چیزهایی است که به ما سفارش شده، یعنی در عرفات و در منی و در همین کارهایی که ما انجام میدیم، بس به خصوص در عرفات وقت داریم برای این کار. شما سکون وقت دارید بیاد بعد ظهر. خیلی خوب، آیت الله امجد میگه یکی از چیزهایی که آقای آیت الله قاضی یه جلساتی که دارن، جلسه داشتن، بهترین و پرمغزترین این جلساتشون جلسات تفکر بود. میگفتن که حدود 3 ساعت این جلسات ادامه داشته. ایشون خیلی اعتقاد داشته در تعالی روح و ذهنی افراد این اثر داره. بعد حالا چی میگفتن این آدمی که مثلا بیکار، میگفت که به 3 چیز فکر کنید: من کی هستم، از کجا آمدم، به کجا میخوام برم. زندگی رفتن است و تماشای حادثه ها برای رسیدن به آن نشانی بزرگ، نشانی خانه دوست. بخوان به نام رمزهای یادآوری، بخوان به نام هر آنچه تو را به تو نزدیک‌تر می‌کند. می‌روی و خویش را به نقطه آغاز می‌رسانی. و حج یعنی آغازی برای پایان نداشتن حدیث بندگی. ما عده‌ای که رفتیم از اسلو حدوداً 34-35 نفر بودیم، ولی خب با کاروانی که داشتیم حدوداً 200 نفر بودیم که با هم در به اصطلاح چادرهای عرفات بودیم و واقعا خاطرات خاص خودشو داره. به خصوص که شب قبل از اینکه ما به اصطلاح به عرفات برسیم، اونجا یه مقداری بارندگی شدید بود و این باعث شد که خیلی از چادرها رو آب گرفته بود و ما هم رفتیم. یه خاطرات جالبی بود. ما یه مقداری مجبور شدیم چادرها رو تمیز کنیم، مرتب کنیم و از چادرها استفاده کردیم. این صحرای عرفات خیلی تأثیر گذاشت رو همین، چون اونجا اصلا یک دنیای دیگه است. اصلا آدم اونجا همه رو میبینه، مثل که از زمین و زمان تمام آدما میان بیرون. حتی اون
کوه به اون بزرگی عرفات روش پر آدم بود، اصلا آدم نمیتونه تشخیص بده که این کوه. همه در یک حال، در یک روز، یک ساعت، همه اونجا سفید پوشیده، همه آماده بودن، اصلا هیچکی به هیچکی نبود. هر کی فکر خودش بود که چجوری بخواد این اعمالش رو به جا بیاره. خیلی خیلی اونجا اصلا آدم روز قیامت رو میبینه اونجا مردم چجوری میکنن، چه کارهایی انجام میدن، هر کی به فکر خودشه. به عرفات تنها وقوف است، به تفکر می روی و می نشینی، به تماشای تبسم خالق کریم. یه بحث اینه که شما تمام اون تعلقات دنیوی رو باید بکنی. خب لباس یه نماد تعلق دنیویه، لباس یه نماد زیبایی انسانه، اینو باید بکنی. بعد از اون طرف لباس سفید میپوشی، با لباس سفید میری سمت خدا. لباست هیچ گونه طرح و نقش و هیچ چیز دنیوی بهش نیست، یه لباس ساده، همون لباسیه که شما روز تو اون دنیا وقتی میخوای بری به ملاقات خدا، خب همون لباسه، اونجوری همونطور که میخوای، دقیقاً با همون آدابی که اونجا احتمالاً میخوایم هممون محشور بشیم، اینجا با همون آداب داریم میریم جلو. عرفات بی فریضه‌ای، ماناترین تبسم خالق است در مراسم حج. بیدار باشی به وسعت درک رستاخیز، بیدار باشی برای رفتن از بدبندگی به سوی قبلگاه امن جان. یه نکته خیلی جالبش توی این لباس پوشیدن اینه که بعد میریم اونجا، مثلا به خصوص توی اعمال حج، توی اون 3-4 روز اعمال حج، همه جور مسلمون از همه جای دنیا، با همه جور فرهنگ، با همه جور سطح مالی بگیم، سطح زندگی بگیم، سطح سواد بگیم، همه جور آدم اونجا هست. 2-3 میلیون آدم از هر طایفه‌ای که بگید هست، ولی همه این لباسو پوشیدن، همه عین همن. نگاه میکنید صحرای عرفات همه لباس سفید پوشیدن، هیچ کی با هیچ کی فرق نداره، انگار که همه جلوی خدا مساوی هستن. ولی اون دله که بعد اونجا ارزش هر کس رو نشون میده، اون که تو دلش چی داره، تو دلش با آقا صاحب زمان چی میگه، تو دلش با خدا چه مناجاتی داره. ارزشا میره درونی، اون چیزی که واقعا در درون آدم هست. در ظاهر همه این همن، هیچ فرقی به هم نداره. خیلی اینم تجربه جالبیه اونجا. ما تو عرفات دنبال آقا میگردیم، تو قبرستان بقیع، تو بقیع هم ما دنبال یکی میگردیم. انگار که یه گم شده ای داریم. دنبال کی میگردیم اونجا؟ دنبال یه پهلو شکسته، دنبال یه مادر مهربون دنبالش میگردیم که متاسفانه اونم لیاقتش رو ما نداریم که بخوایم پیداش کنیم، مگر اینکه باز میگم خودشون بخوان، خودشون نشون بدن. بیخیش میشوی از این همه عطر دلانگیز که در فضای بقیع پیچیده است. با خود مرور کن تا سرمست از واژه تطهیر خیش را از نو اقامه کنی. اینجا مدینه است، فرصتی برای رفتن تا همیشه دیدار. نمیدانم چه میخواهم بگویم، زبانم در دهان باز بسته است، در تنگ قفس باز است و افسوس که بال مرغ آوازم شکسته است. نمیدانم چه میخواهم بگویم، غمی در استخوانم میگدازد، خیال ناشناسی آشنا رم، گهی میسوزدم گه مینوازم. مشتبه، من هر سوالی ازت میکنم
یه جوری ربطش میدی به عرفات، هی انگار دلت میخواد بری عرفات. چی دیدی اون شب عرفات، روز عرفات چه اتفاقی افتاد؟ روز عرفه فکر میکنم از هر کس هم شما بپرسید بگید که شما مثلا 20 روز رفتید حج، خب مثلا واقعا بقیه حس خودشو داره، واقعا حرم پیامبر حس خودشو داره، واقعا خود مسجد الحرام واقعا شرایط خودشو داره. ولی از هر کسی بگید که خلاصه‌شو بگو، اولا خلاصه واقعا کل حج تو بگو، بعد اصلا کجاش هم از همه بهتر بود. بعید میدونم کسی باشه که نگه عرفات. یعنی وارد عرفات که شدم همش فکر میکردم دارم پا میذارم جلوی پای امام حسین، دارم پا میذارم جلوی پای زینب، دارم پا، همش اونها رو احساس میکردم. یعنی من الان بخوام یه مثلا یه نصف روز بود دیگه عرفه، به من بگید آقا ادامه زندگی تو نخواه، یه نصف روز بهت میدیم، من میگم همون عرفه رو بهم بده. شاید بیشترین عزمی که آدم داره بره مکه شاید به خاطر همین روز باشه که خودشو برای این روز برسونه. الحج بالعرفه، چیزی که یعنی دقیقاً ما رو زیر و رو میکنه واقعا این عرفات. برای من عرفات و منی خیلی به یاد موندنی هست. واقعا خسی در میقات اونجا احساس میکنید با تمام وجود. عرفات محل شناخت و معرفت هست. واقعا اصلا اسمش هم روشه دیگه، عرفات، شناخت خودت، شناخت خدا، شناخت همه چی. بعد از همه مهمتر اصل حج که بحث ملاقات امامه، بحث نزدیک شدن به امامه. خب اونجا اتفاق میفته. دنبال آقا گشتی؟ بالاخره فکر من هر مؤمنی دنبال آقا باشه اینا. بالاخره ما که لیاقتشو نداریم بخوایم دستمون به آقا برسه. من که خود آقا دستش لطفی کنه، نظری کنه، به ما نگاه کنه. وگرنه ما اگه اون نخواد فکر نمی کنم کسی بخواد بتونه دستش بهش برسه، مگر اینکه خودش بخواد. بالاخره جستن و دنبالش گشتن که در هر جا آدم دنبالش هستش، اینا فقط مختص به عرفات نیستش اینا. ولی همچنین گفتم که باید آقا لطفی کنه، نظری به ما کنه. ما که دستمون کجاست، یعنی بی‌لیاقتی از ماست که نمیتونیم آقا رو پیدا کنیم. اگه لیاقت داشتیم که آقا خیلی وقت بود اومده بود. تنها جایی که شما مطمئن هستین تو اون فاصله اذان ظهر تا اذان مغرب مطمئن هستید آقا اونجاست. هر جای دیگه ممکن آقا باشه، ولی اونجا دیگه شما قطعا اطمینان دارید که آقا اونجاست. و نزدیک بودن به امام یعنی همه چی، یعنی زندگی. یعنی اصلا انگار آدم بوی امام استشمام میکنه، نه؟ یه انرژی مثبتی اونجا پخشه. واسطه فیض خدا، میدونید هر چی که به ما میرسه، هر چی که ما داریم از تو زندگیمون همش از طریق اون واسطه است. بعد حالا شما اونجا در نزدیکترین فاصله ممکن با اون واسطه فیض خدا هستید. بدیهیه که باید حستون فرق کنه، بدیهیه که باید یه احساس تعبدیه که من واقعا فکر کنم که من تمام عمرم تو این 29 سالی که زندگی کردم من بخوام بگم یه نصف روزی که دیگه بهترین نصف روز عمرم بوده میگم اون دیگه. چون واقعا نه که بخوام الان تعارف بکنم ها، یعنی حالا هر کسم که بره این تجربه رو بکنه واقعا اینو میگه. بعد این نصف روزی که میگیم فکر نکنید مثلا ما رفتیم یه جایی مثلا خوشگل، یه جایی مثلا لوکس یا مثلا یه خیلی فضای خوبی بوده، نه، یه چادر معمولی بوده، رو زمین نشستیم، هوا گرم بوده، ولی اصلا اینا نیست. یعنی اصلا به اینا توجه نمی‌کنید. به حتی اون افرادی که توی گروه خود ما بودن که خب مثلا روزای این ور اون ور میدید به این چیزا ممکنه اهمیت بدن، اونجا حتی همونا هم اونجا به این چیزا فکر نمی‌کردن. مثلا میره آدم میره توی وادی دیگه، یه جای دیگه. و اینه که آدم بعد مطمئن میشه به این که واقعا وقتی میگن امام رحمته، امام واسطه فیضه، الکی نیست. اینجا که ما اومدیم نزدیک داریم حس، اصلا انگار با تمام وجود شما دارین احساس میکنید. خیلی حس خوبیه. من حاضرم به من بگن برو دوباره عرفه، هیچ جا نرو، فقط برو عرفه، من حاضرم برم. خیش فربه می نماییم از پی قربان اید، به قربانی که می رسی شهوتت را قربان کرده ای، ذبحی عظیم که تو خودت را یافته ای. بخوان به نامان عصری که قربان از راه شناخت در سرای وجودت آمده باشد. ما چادر ما در منی نزدیک مسجد خیف بود و شب ما میتونستیم راحت بریم اونجا نماز شب بخونیم
قرآن بخونیم و مردمی رو که تو خیابون بدون چادر و خیلی پراگنده هر طرف خوابیده بودن میتونستیم راحت ببینیم و احساس بکنیم که قیامت چجوریه. ما در شرایط زندگی میکنیم که خیلی راحته و آسایش. ما اونجا سختی هایی رو که میبینیم یعنی باید باور بکنیم که اونجا خیلی برایمون جالب و دیدنی و همینطور به یاد ماندنی بود. خیلی وقتی همه میمیریم بعد روز قیامت هممون تو بعد در همین لباس بالا میشه، اون کفن خاک میان بیرون. شما بعض وقتا میبینید مثلا موقعی که از عرفات میرید به سمت مشعر دیگه میرسید به جایی که اتوبوسا پیاده‌تون میکنن، بقیه باید پیاده بریم نه، اونجا تقریبا یاد روز چیز میفته، قیامت میفته. همه پیاده دیگه، ماشینا دیگه رفتن، خداحافظ شما باید بایستید تا طلوع آفتاب و بعد از اون دیگه پیاده بری به سمت منی. خیلی جالبه. اونجا من چند بار یاد قیامت افتادم، اگرچه که تو اونجا نبودم اما اون چیز تصورایی که آدم داره که همه بلند میشن از خاک در میان و با لباس کفن و اینها در مشعر میتونی ببینی. و قربان راندن شیطان رجیم است از ساحت دیدار، و قربان ترک من مغرور آدمی است در پیشگاه حضرت پروردگار، و قربان زیستن است در دائم تذکار، ما بعد از این تجدید نامه عهد بندگی. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها، و قربان نقض همه پیمان هاست با غیر خدا. شما چی رو قربونی کردید اینجا؟ من قربانی فکر میکنم خیلی چیزها داشتم که قربانی کنم، ولی به خصوص منیت و خودخواهی، غرور و کبر و تکبر که بخوام داشته باشم اونو بیشتر قربانی کردم. چی قربونی کردی؟ آدم باید منیتش رو قربونی کنه. گوسفند قربونی کردیم ولی خب ظاهرشه، یکی هم شتر قربونی میکنه ولی اون مهم نیست. مهم اینه که خودتو بکشی اونجا، خودتو بکشی که خود اصلی تو پیدا بکنی، خود ظاهری تو، منیتتو، اینو بکشی اونجا، همونجا بذاریش. نه کشتی همونجا بذاریش، لازم هم نیست قربونی تو برداری به خودت بیاری، همونجا میذاریش، مهم هم نیست. خود جدیدی تو، خودی که تازه متولد شده، خودی که قراره خیلی کارا بکنه خیلی کارا رو نکنه، اونو با خودت برداری بیاری از اونجا. البته این سفر یه اردوی تربیتی و خودسازی هست. انسان خودشو اونجا وقتی که میره میبینه با چی استحال اونجا هست و از این منیت، خودخواهی، پرخاشگری و بی‌صبری، از اینها همش میتونه به جرات بگم که کنار بذاره. من از اون وقتی که اومدم اینجا خودم فکر میکنم که خیلی به خدا نزدیکتر شدم. در پیشانی عصر قربان نوشتند این حجگزار اینک حاجی است، و حاجی یعنی آن کسی که حج بیت الله را به جای آورده است، همو که در حجر الاسود اقرار بندگی کرده است. بر پیشانی عصر قربان نوشتند این حجگزار اینک برای همیشه حاجی است. نتوان گفت که این غافل وای ماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رقیم نیست که از خاطر اشیا